سلام دوستان عزیز. آیا تا حالا احساس کردید کسی رفتار متفاوتی با شما داره و نمیدونید دلیلش چیه؟ امروز تو این ویدیو میخوایم 8 نشانهایی که ممکنه کسی روی شما کراش داشته باشه رو با جزئیات بررسی کنیم. تا آخر ویدیو همراه ما باشید چون شاید این نشونه‌ها کمک کنه حقیقت رو درباره احساسات دیگران کشف کنید. نشانه اول، تماس چشمی طولانی و مداوم. این یکی از رایج‌ترین نشانه‌هاست. وقتی کسی مدام به چشمهای شما نگاه میکنه و حتی وقتی شما متوجه میشید نگاهش رو برنمیگردونه، احتمال زیادی هست که به شما علاقه‌مند باشه. اما نکته جالب اینجاست که بعضی افراد ممکنه خیلی خجالتی باشن و اصلاً نتونن نگاه مستقیم داشته باشن. یه مثال، فرض کنید توی مهمونی هستید و میبینید یه نفر از اون طرف اتاق مرتب به شما نگاه میکنه، ولی وقتی بهش نگاه میکنید سریع روشو برمیگردونه. این نشونه ظریفی از علاقه‌مندی هست. نشانه دوم، توجه به جزئیات. آیا تا حالا کسی چیزی درباره خودتون به یاد داشته که حتی شما یادتون رفته باشه؟ مثلا غذایی که دفعه پیش دوست داشتید یا اینکه هفته پیش گفتید که دوست دارید فلان کتاب رو بخونید. توجه به جزئیات یعنی چی؟ این یعنی اون شخص به شما اهمیت زیادی میده. حتی ممکنه به صحبت‌های خیلی کوتاه شما توجه کنه و بعداً از اونها استفاده کنه تا شما رو شگفت‌زده کنه. داستان، مثلا تصور کنید که به یکی از همکارانتون گفتید عاشق شکلات تلخ هستید. هفته بعد اون براتون یه تخت شکلات تلخ میاره. این یعنی شما برای اون شخص مهمید. نشانه سوم، خجالتی شدن یا رفتار متفاوت. خیلی ها وقتی پیش کسی که دوستش دارن هستن رفتارشون فرق میکنه. مثلا ممکنه صداشون تغییر کنه، خجالتی بشن یا حتی برعکس پرحرفتر و پرانرژی‌تر بشن. تحلیل علمی، این رفتار به دلیل هیجان و افزایش آدرنالین در بدن ایجاد میشه. وقتی کسی به شما علاقه‌مند باشه، حضور شما براش استرس مثبت ایجاد میکنه. نشانه چهارم، پیدا کردن بهانه برای بودن در کنار شما. اونا همیشه یه راهی پیدا میکنن که نزدیک شما باشن. مثلا شما دارین کاری میکنید و اونها یه سوال بی‌ربط میپرسن فقط برای اینکه با شما حرف بزنن. یه مثال جالب، فرض کنید که توی کافه هستید و یه همکلاسی قدیمیتون شما رو میبینه. به جای اینکه عادی رفتار کنه، مدام میاد نزدیک شما و بهانه‌های مختلف برای حرف زدن پیدا میکنه. نشانه پنجم، حسادت به دیگران. حسادت یکی از قوی‌ترین احساساتیه که به سادگی نمیشه پنهانش کرد. اگر کسی رو میبینید که وقتی شما با افراد دیگه صحبت میکنید، چهرهش تغییر میکنه یا بیقرار میشه، این احتمالاً. نشانه ششم، تعریف و تمجید مداوم از شما. اونها مدام از شما تعریف میکنن، از ظاهرتون، لباسهاتون یا حتی کارهاتون. این تعارف‌ها معمولاً از ته دل هستند. نشانه هفتم، تماس‌های کوچک و بی‌دلیل. اونا ممکنه در حین کمک کردن یا دادن چیزی به شما تماس کوچیکی ایجاد کنن، مثلا دستتون رو لمس کنن یا به شونه‌تون دست بزنن. نشانه هشتم، پیام دادن‌های مکرر. آیا مدام به شما پیام میدن و حتی اگه موضوع خاصی نباشه سعی میکنن مکالمه رو ادامه بدن؟ این هم یکی دیگه از نشونه هاست که اونها کراش روی شما دارن. خب دوستان، این بود 8 نشانه‌ای که ممکنه کسی روی شما کراش داشته باشه. اگه این نشونه ها رو در کسی دیدید، شاید وقتشه که قدمی بردارید و خودتون هم احساساتتون رو بررسی کنید.